گفتن هر نفری از امت من اگر خداوند براش 4 دختر داده باشه در حیاتش، 4 دختر، البته که یقین بدانه که این 4 دختر ذخیره آخرتش میشوند، دستگیری آخرتش میشوند. صحابی خیز گفت یا رسول الله اگر 3 دختر باشه چی؟ من 3 دختر دارم، یعنی این فضیلت بر من نیست، من محروم گشتم. حضرت 3 دخترم کی باشه. دیگری گفت یا رسول الله من 2 دختر دارم، یعنی که من از این محروم شدم از این فضیلت. گفتن اگر 2 دخترم کی باشه. دیگری گفت من 1 دخترک دارم، یعنی که من نشد. حضرت من رزق بالبنت فاحسن تربیتها كانت له حجابا يوم القيامه عن النار. هر نفری که خداوند در حیات دنیاش 1 دختر براش داد، یک همون دختره که در دایره شریعت اسلام تربیت کرد، ستر پوش کرد، نماز خوان کرد، قرآن خوان کرد، تربیت اسلامی کرد، خدا را شناسانید، دین اسلام و محبت در قلب دخترک حرکت کرد که جا گرفت. همون دخترک تربیت اسلامی دید. فردا روز قیامت میگه همین دخترک برای همین پدر پرده از آتش دوزخ میگه روز قیامت پیش دروازه دوزخ ایستاده، پشت خود به دروازه دوزخ مانده، میگه سپر میکنه و دستها به سوی آسمان میبرداره. میگه پروردگارا همین پدر بود که به سبب این پدر تو مرا به دنیا آوردی. پروردگارا همین پدر بود که به سبب این پدر من تو را شناختم خدایا. همین پدر بود که به سبب این پدر من تو را عبادت کردم خدایا، اوامر تو را به جا آوردم خدایا. پروردگارا لیک تو در تقدیر دخترها همین را نوشته بودی که به سن بلوغ که رسیدن در حال اونا را از پدر جدا میکنی، از مادر جدا میکنی، به خانه عروسیشون گسیل میکنی. خدایا من در دنیا مهربانی پدر کم دیدم، تیز جدا شدم، آغوش نرم مادر کم دیدم، تیز جدا شدم، مرا به حیات دیگر فرستادن، فرزند دیگر خاندان شدم. خدایا از دیدار پدر و مادرم سیر نشده بودم. خدایا در دنیا مرا از پدر و مادرم جدا کردی، خدایا در آخرت جدا نکن. پروردگارا شفاعتی منی پرچکسته میگن توجه کن، یعنی که مسکینه مرا شفاعت دعای مرا در حق پدر و مادرم اجابت کن. خدایا من که همراه پدر و مادرم در جنت باشم و از دیدارشون سیر شوم. میگه الله ذوالجلال دعای دختر قبول میکنه، شفاعت قبول میکنه. پدری که باید دوزخ میرفت میگه به جنت میروم. میگه بگیر از دست پدرات، بگیر از دست مادرات که من همه شما را بخشیدم و برین شما جنت، برین جنت برات مبارک.